از خورگه زرگه دور اصلا سوگنگه به ویدیو خیلی خوش اومدید. دوباره اومدیم با فرشاد ساله. Let's go. امروز اومدیم با هم دیگه یه چالش خفن وودجورادر کدومو ترجیح میدی؟ اینجوری که کدومو ترجیح میدی. دو تا شرایط مختلف برات میاره. جفتش خنده‌دار، سخت، چالشی تو انگه نمیذاره اینو میکنی؟ بعد ازتون میپرسیم که کدومو ترجیح میدید. موقعی که ما داریم بازی رو با هم دیگه بازی میکنیم فراموش نکنید حتما شما هم با ما بازی کنید این بازی رو. وقتی که داریم از هم دیگه میپرسیم اینو ترجیح میدی اون ترجیح میدی، شما هم با ما بازی کنید. آره توی کامنت ها بنویسید که کدومو ترجیح میدید. بنویسید ما میفهمیم کدومه دیگه. اوکیه. ببینید بیشتر سمت منید یا فرشاد؟ آره آفرین. شام کنیم. بالانس. فراموش نکنید اگر از این ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید چنل رو. خیلی به من و فرشاد کمک می‌کنه. زنگوله را بزنید. این اینستاگرام من و فرشاد روی صفحه میاد، حتما فالو بکنید. یوتیوب فرشاد خیلی دیسکریپشن هست، برید فالو کنید. قرار کلی ولاگ بزنید، همه چی بزنید. برو بریم بوستون برو شبالی تو میخوری یا من؟ اولی من بخورم. تو بخور. من هتل پرتون می‌کنم. غلط کردن. خوبه. داریم میریم. سفر ما اینجا تموم شد. دیگه ترجیح میدی همین امروز عشق حقیقی رو پیدا کنی یا که سال دیگه لاتاری برندیش؟ لاتاری منظورت لاتاری مثلا آمریکا که ویزا یا آره دیگه یا پول ببری؟ منظورش پوله لاتاریه. بکنم پول گنده است. منظورش لاتاری پوله. لاتاری پول. عشق و پوله. عشق و پول همیشه داستان. من اون ببین یه چیزی اینم در نظر بگیر، تمام جوابایی که ما میدیم یعنی زندگی خودتو الان در نظر نگیر. آها مثلا عشق الان عادیه. آره بگی من عشقو الان پیدا کردم میرم دنبال پول، این حرفا نه. اوکی. یک هر کدوم انتخاب کنی اون یکی رو از دست میدی و هیچ وقت پیداش نمی‌کنی. اوکی من ترو لاو انتخاب کنم. ترو لاو یا آره. پول مثلا سال دیگه؟ آره من ترو لاو انتخاب منم ترو لاو انتخاب می‌کنم. آفرین. ببین ما پسرای اهل زندگی. خب نوشته که ترجیح میدی که 5 سال توی زندان باشی یا اینکه یه دهه بری تو کما؟ همین الان رفت یه دهه تو کما. ببین من ترجیحم یه دهه یه ذره برم. جای فکر داره. نه ببین یه ذره فکر کن. درست زندان بری اولا که زندگی میکنی، خب و زندان سوئد وای فای داره. جدا آره ترتمیز غذای خوب. زندان بعد گوشی ببین به این فکر کن درست سخت چند سال میگذره. رفتی زندان تو؟ درست سخت میگذره ولی از اونور 5 سال اضافه داری. تو 10 سال از عمر 10 سال پیر میشی. بعد 10 سال بدون ورزش، بدون تحرک، بدون چیز، یعنی اندازه 20 سال پیر میشی. من 5 سال زندان انتخاب. زندان به تجاوز میکنم فرشی؟ شاید هم به کسی تجاوز کرده. من نه ترجیحم 10 سال بخوابم. 10 سال میخوابی؟ آره 10 سال بعد بلنش مو سفید چروک شدی پوکیدی. من اینجوری از زندان میام. من اینجوری از زندان میام. من 15 سالمه. بذاریم روش یکم دیگه. بذاریم روش که میشه 25. اونجوری فکر میکنی؟ خیلی خوب. اوکی. میگی ترجیح میدی که 10 سالا با پارتنرت باشی 10 سال بعد 10 سال بعدو یا که یک شب با سلبریتی کراشت؟ 10 سال وان نایت استندینگ میشه فارسیش چی؟ یک شب آره با کراش مورد یک شب. آقا من پارتنرم 10 سال. کراش سلبریتی کراش نداری؟ نه کایلی جنر از خوشم نمیاد واقعا. کندال وقتی کندال از کایلی جنر برو بابا. ببین کایلی جنر مال کی؟ همین ویدیو برو بیرون، نمیخوام تو بگی باشی. آقا ولش کنید اصلا این بحثو. اوکی من ترجیح میدم که اونو میشه حالا به دست آورد ولی کایلی جنر تو نمیتونی به دست بیاری. چرا؟ میتونی؟ ممکنه مثلا تو اینقدر آدم گنده‌ای بشی بعد. اوکی من هدف زندگی مثلا الان انتخاب کردم تا یک سال دیگه تشخیصی به اوکی منم آره پارتنر انتخاب. پارتنر خوده. آره ببین بعد اون یه شب تموم میشه بعد آره راست میگی یه شب اون بعد میری میبینی یه شب گذشته بعد میگه 10 سال از دست دادم. نمیدونم فلان. این بده. میگه که ترجیح میدی که کورشی چیکار میکنی؟ ترجیح میدی که کورشی یا حافظت رو از دست بدی؟
من ترجیح میدم حافظه هم دست آره بدم. بعد داداش. جدید میسازیم دیگه. حافظه هم که گرفتی من یه دستم میدم کدوم کورشی ابلهی انتخاب میکنه که کورشم ولی حافظه اصلا خیلی یکی از بدترین مثلا فکر کنم من این کار بکنم وای هنوز میشستم دلیل اصلا وای چقدر خوش احمق دیگه نمیبینی تو بعد دوباره آشنا میشی حالا اشکالی اصلا نداره مهم نیست برو بریم بعدی ترجیح میدی هر روز جلو جمع برقصی یا بخونی تا آخر عمرها هر روز یا برقصم یا بخونم آره ترجیح میدم چقدر مثلا روزی مثلا 4 ساعت 4 ساعت استریم میکنم ملت 6 ساعت تو هم فکر کن نه 4 اون ساعت. آمورانت دم و دستگاه داره ویو میگه روزی 6 ساعت یا جلو ملت 6 ساعت نه یه رب یه رو آخه هر روز تا آخر عمر خب باشه فکر کن شغلته دیگه اصلا 8 ساعت پولم میدن آره دیگه پولم میدن پولم میدن 8 ساعت بخونی هر روز یا 8 ساعت برقصی جلو ملت وایرال هم میشه دیگه تو اینترنت هم پخش می‌کنن. منی که اضافه میکنم آره ویژگی زارم رقص رقص منم رقص آره صدام میگیره اونطوری آره اصلا من رقص اصلا صدا خوب نیست برای خوندن دقیقا منم همینطوری صدا بوز میدم نوشته که حاضری 1 ماه یه جورابو بپوشی یا 1 هفته یه شورت پات باشه یعنی لباس زیرت آها یه هفته تکراری یا 1 ماه جوراب تکراری من لباس زیر رو انتخاب میکنم آره جوراب 1 ماه بوی بدی میگیره بوی بدی میگیره آره بوی کثافت بدی میگیره آره میکروب نیستم آره منم اونو میشه با رسیدگی حالا ما وارد جزئیات نمیشیم آره میشه یک لباس زیر رو 1 هفته پوشید ولی آره. 1 جوراب و 1 ماه یه فکر خوب بعد 3 روز از اونوری میپوشیش من حال ادامه دادن ندارم صادقانه یعنی به زور دارم ادامه میدم ترجیح میدی دکمه استوب کردن توی زندگی داشته باشی یا دکمه زدن و برگشتن به عقب 100% برگشتن به به عقب عقب. کدوم اسکلی پاس کنه پاس کنی که چی بشه پاز بعد که دوباره میزنی از همونجا میره ولی برمیگردونی یه سری چیزا رو عوض میکنی خوبی من البته پاز بدی خیلی کارا میتونی بکنی ها دوزی مثلا میری بانک میزنی نه ببین این هر پاس کاری کنی دستت آزاده دیگه دستت بازه پاز میدی یه روز پاز میمونی یه ریوان خیلی. فقط برش میگرده خب من همچنان ریوان همچنان ریوان همچنان من ریوان از یک آدمی نیستم که مثلا کاری کرده باشم که بخوام برگردم یعنی پشیمون نشدم تا الان من دکمه پاز انتخاب میکنم پاز خیلی- انتخاب میکنی که بری بانک بزنی ها. کلا خیلی کارا میشه که با پاز دادن با ریواین هم خیلی کارا میشه کرده آخه نمیتونم اگه- بگم ولی تو ویدیو سرنوشت رو نمیتونی برشت عوض کنی نمیتونم تو ویدیو بگم در گوشم بگو نه بعد میگم نمیتونم من پاز انتخاب میکنم اوکی تا ریوان بعد ویدیو قانعت میکنم ریوان بهتره میگه که دوست داری هر باری که مثلا یه کتابو ورق میزنی دستت ببره میدونی که برشه با کاغذ و اینا چقدر سوزش داره یکی از بدترین تمام- درداست واقعا تمام جان میسوزه یا اینکه هر باری که غذا میخوری زبونتو گاز بگیری من زبون رو انتخاب میکنم چون یه بار گاز میگیری دیگه نمیگه هر بار که میجوی میگه هر باری که غذا میخوری 1 بار زبونتو گاز ولی میگیری نگفته شدت گاز گرفتنش چقدر شاید انقدر نوشته بریدی که خون بایت اومد نوشته bite your tongue every خب time ببین. you eat هر اوکی. موقع گاز بزنی موقعی که گاز مثلا من زبونمو گاز میگیرم خون نمیاد خب اصولا آقا تو داری با اون خیلی کم دستتو پیش میاد. میبری خون میاد خب دیگه برم برای پس همین باید زبون رو خون بیاد. انتخاب تو چیکار سوالت رو تغییر میدی ننوشته خون میاد من ترجیح میدم با کاغذ ببرم خیلی عذابه یه دقیقه است میسوزه ها میره آخه کتاب نمیخونه قراره چیزی ورق بزنه میگه ترجیح میدی داخل کتابای تاریخ باشی با یه اتفاق فاجعه انگیز و این سوالو من شنیده آره. بودم یعنی یا اسمت که- بد اسمت بد ولی داخل- معروف باشه. آره داخل تاریخ ولی ثبت میشی ولی خب یا که کلا بعد از که مردی کلا فراموشت کنم بره 100% گزینه 1 اه آره اسمت میمونه ولی همه میگن به دست گجا آدم یعنی آدم بدی بود اشکالی نداره اشکال ولی نداره؟ اسمت تو کتاب با هست برو میخوام حال میده من که کتاب نمیخونم فرشاد سایلنت ستمگر مثلا. خیلی خوبه نه من ترجیح میدم چون موقع مردی دیگه مهم نیست ولی اسمت هست بابا اسمت به چه خب طوری تو نیستی چی که به ثبت هیتا رو شده؟ ببینی ولی اسمت مونده داداش اسمت که میاد تن و بدن هم نسلت چی اونا که میبینن نسلم پدر خودشون بزرگم. فامیلشون رو عوض میکنن عجب آدمیه
نه من ترجیح میدم بمیرم هیچکی نفهمه. اوکی. دیگه کلا فراموشم کنم. ترجیح میدی که همه لباس زیرای مصرف شده رو بخری، استفاده شده رو بخری، یا همه مسواکای استفاده شده؟ ببین اون روش خمیدنده میزنی یکم باکتریا از بین میره. نه داری برعکس میگی. ببین لباس زیر با پوست در تماسه، خب ولی مسواک میره تو دهن و حلق و اینا، یه مریضی پریزی چیزی میگیری. اونم میشوریش. چیو میشوری؟ مسواکو. نه اون رفته تو اون سوراخ نه حالا دیگه تا اونجا فرشاد. بعد آندرویر لباس زیر. لباس زیر 100%. دوبار با واکتکس میشوریش بابا. آره دیگه میخوابونیش تو وایتکس. اوکی آره، بعد میچسبه به کجا؟ داستان. یعنی از زمینه که روی پوسته، تو دهن نیست، دهن چندشه. اوکی. آره رسمی. تو مسواک کایلی جنر رو میزنی؟ آره. یه ترجیح میدی هر کی به دروغ گفت رو همون موقع بفهمی متوجه که داره دروغ میگه، یا که ترجیح میدی هر دروغی گفتی ملت نفهمن و ازش راحت بگذرن؟ گزینه یک منم با خیلی اختلاف. منم از دروغ متنفرم. آره من ترجیحم تا طرف یک دروغ گفت متوجه بشی و وای فرشاد چقدر بزرگه. دروغ خوبه اینطوری؟ خوبه؟ راضی میشی حالا اینطوری کل اصلا شکسته میشی. ولی من آره ترجیح میدم که تا دروغ کسی گفت متوجه. آره دقیقاً. اصلا دروغ گفتن خیلی ممنون. چون من خودم دروغ نمیگم. آره. من سرم بره دروغ نمیگم. ببین دروغ مصلحتی میگیم ما مثلا. من اونم نمیگم. نه مصلحت میذارم یارو ناراحت چه پارشه. اصلا بس ناراحتی نیست. مثلا من رسیدم پایین، مثلا تو من پرسی کجایی، من مثلا میگم رسیدم هتل. اون که دروغ نیست. اصلا این مدلی منظورمه. اون که دروغ نیست. خب بگو. حقیقت کامل نیست. ترجیح میدی که یه تتو داشته باشی یا یه دونه پیرسینگ لب؟ چون تتو داری و پیرسینگ رو انتخاب. برو بابا. نه ترجیح میدم تتو داشته باشم. منم ترجیح میدم تتو داشته باشم. پیرسینگ لب دوست ندارم. چه جوری میزنم بعدی؟ سخته. سخت یعنی درد نداره موقع درد داره ولی من همین الانم که این پیرسینگ گوشه دارم بعضی وقتا اذیتم میکنه. ترجیح میدی داخل زندان باشی یا ترجیح میدی بی خانمان؟ من هوملس در انتخاب میکنم. چجور می‌خواستی بری زندان اینطوری بیای بیرون؟ بعد 10 سال قرارم تو کما اگه زندان رو انتخاب نکنم. این هوملس رو انتخاب میکنم. بعد میرم کار میکنم پول در میارم. اوکی من ترجیح میدم زندان باشی. نه زندان نه چی برم زندان. من میرم ترجیح میدم هوملس باشم. کلا نمیره زندان. نه از همون داستان میترسی تو. من میدونم. ترجیح میدی یه جایی زندگی کنی که همش بارون بیاد بیشتر روزا، یا جایی زندگی کنی که بارون نیاد؟ معلومه بارون نیاد. دیشب اینجا بارون اومد بریم هتل. من از بارون خوشم نمیاد. جمعی گربه است از آب بدش میاد. خدایا چرا آب از آسمون باید بیاد پایین؟ خیلی قشنگه آسمون. همین الان نگاه کن داره یکم دیگه قرار بارون بیاد. وای اصلا نه این فرهنگ. خب بیا بریم تو همون بهت حس بارون بدم. باشه بریم. ولی خیلی خوبه انصافا بارون خیلی خوبه. خیلی من بارون و برف خیلی دوست دارم. یعنی فرایند مسخره ایه که مثلا از آسمون یه وای داره آب میریزه رو سرم. چقدر خوبه. چقدر احساساتی شده. رمانتیکه بارون. مثل گل میمونه. مثلا گل مثلا بدم به تو خوشه بندازی دور. گل خیلی خوبه. اصلا خوب نیست. گل یه هدیه بی ارزش و پوچه. خیلی گل خوبه. گل خیلی مسخره. هر کی گل میده مثلا میگم این چیه چیز درست حسابی. تو رو خدا گلا اینو بیارید برای من خیلی گل دوست دارم انصافا. خیلی خوبه گل. گل دوست داری هانی؟ هم برای همین زندان نمیری. دو تا گلا رو برای همین زندان نمیری. میگه ترجیح میدی که دلیل مردن تو بدونی، یعنی قرار چجوری بمیری در آینده، یا که تاریخی که قرار بمیری رو بدونی؟ اینکه چجوری قرار بمیری رو بدونی یا که ترجیح بدی بدون چه تاریخی؟ نه من ترجیح میدم چه تاریخی. منم ترجیح میدم چه تاریخی. مثلا با ماشین دیگه من بیرون نمیرم کلا. نه اون اصلا بحث اونش نیست. اینکه بدونی کی میمیری از قبلش هر کاری دلت میخواد. آره. همه کاری که الان دلت میخواد میکنی. نه زندان نمیری، گل نمیدی به کسی، زیر بارون قدم نمیزنی. اینا که چیزی نیست.
کارهایی که مثلا بفهمن یا ممکنه دستگیر شی و اینا. چیکار مثلا چیزای کارهای هیجانی و با ماشین بری تو بانک. چرا؟ بانک بزنی. حال میدید قرار فرداش بمیری ماشین مثلا. بری تو بانک. ترجیح میدی دفترچه خاطرات، تجربه بد و درتی تجربه کثیف تو که خودت نوشتی روشو داخل دفترچه خاطرات. تا خودت رو پارتنرت بخونه یا تو مال اونو بخونی؟ من ترجیح میدم مال من اون بخونه. آره من نمیخوام تصاورم نسبت به اون عوض. آره دقیقا منم به همین داشتم فکر می‌کردم. ترجیح میدی همه زندگی تو خانوادت ببینن مثل یه فیلم، همه رو اینجوری ببینن، یا که از یوتیوب یا یوتیوب بذاری کنار؟ وای من ترجیح میدم خانواده‌ام ببینن همه چی. من هیچ گوهی توی زندگی نخوردم. حالا یکم خوردم. ولی یوتیوب نه، یوتیوب مثل آره منم نمیذارم کنار. آره. بعد خب با خانواده بعدش خداحافظی میکنم دیگه. بعد اون فیلم میگم خب قربان شما، خدا نگهدار، خوش گذشت. طولانی هم میشه فیلمش. ولی ترجیح میدی 1 ساعت تو خیابون لخت بدوی یا اینکه 1 دقیقه داخل ویدیو لخت باشی؟ 1 ساعت خیلیه دیگه. آره خطرناکه. یه بکنیمش نیم ساعت جفتمون تو خیابون لخت بزنیم. اینجا هم کسی نمیشناسه. من اینجا که کسی نمیشناسه. راست میگی. من ترجیح میدم تو خالی ویدیو 1 دقیقه لخت باشم. داخل ویدیو وایرال لخت. آره. خب بند میشی. عوضش وایرال میشم. خب بند میشی کلا فیس بند میشی. خب تو چنل آره استرایک راست بخوره بنشی بند نمیتونی دیگه آره بسازی جدید. با ماسک میام. I think my brain just committed suicide. من میرم تو خیابون حالا ولی 3 ساعت میدوام. بیا فیس بندش در نظر نگیریم که نه کی گفته؟ تا ته داستان زمانی تو گاز میکشی باید تو خون میاد اینم خون میاد. اوکی نه چیکار منم 1 ساعت تو خیابون میدوام. بله میدونم تو خیابون میدوی. ساعت تعیین نکرده 12 شب میدوام. آره شبا البته خطرناکه. آفرین مثل زندان میمونه. ترجیح میدی داخل آسانسوری که خرابه و احتمال سقوط داره گیر کنی یا ماشینی که ترمزش داغون شده و خب. کار نمیکنه؟ تو جفتش قراره که اتفاقات بدی بیفته ولی از اونجایی که تو سال 2021 خب من ترجیحم تو آسانسوری آره. که احتمال سقوط داره 22 البته 20 آها داداش سال نوت مبارک ها فرشاد. مثلا شما من ترجیح میدم که توی آسانسوری که احتمال سقوط داره، چون احتمال سقوط نوشته احتمال سقوط آسانسوری که گیر کرده 0.1% نسبت به ماشینی که ترمز بریده یا میری توی یه جا میمیری. آره راست میگی چون آسانسور امنه دیگه. آره میاد آتش نشانی در رو باز میکنه اینجوری دستی میارت دم در بعد تا در باز کنی خوبی. من تو آسانسور گیر کردم 1-2 بار. جدا آره. اومدن درو تو بردن. آره. بعد بهشون گفتی خوبی؟ نه دیگه موقع خوبی هنوز نیومده بود. آها آره. منم ترجیح میدم داخل آسانسور گیر کنم. جوابمون خیلی شبیه بود. تو منطقی 90% شب نه 85. آره تو زندان میری من زندان نمیرم. آره دیگه تو از زندان میترسی من نمیترسم. خیلی خوب امیدوارم که شما هم جواب داده باشید. حتما بنویسید. فراموش نکنید اگر از اینجور ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید چنل رو. اینا خیلی به من فرشاد کمک میکنه. چنل فرشاد داخل دیسکریپشن هست. اینستاگرام رو صفحه میاد. فالو کنید، دنبال کنید. میبینیمتون تا بعد. پیس. بیا بریم زندان. نمیخوام. بیا بریم زندان. بابا این چی؟